دوستا سلام، صبح زیبایتان بخیر. امیدوارم که جور صحتمند باشین. امروز صبح که از خواب بیدار شدم دیدم که برای صبحانه هیچی نداریم، در یخچال خالی شده. از خاطر آماده شدم و طرف مارکت آمدیم، دیدیم که این مارکت بسته است. طرف مارکت بعدی رفتیم و خدا رو شکر اونجا باز بود. چیزایی رو که می‌خواستیم از اونجا خریداری کردیم. ساعت 8:49 صبح است. دیگه اینجا هم سبد خرید گرفتم و امرای آنیا جای این هم آنیا است که از اسبابادی سیر میشه و هر دفعه کنیه حتما باید یک چیز اسبابادی باید خود بخره. 2 بسته نودل گرفتم، دیگه 1 دونه نان گرفتم برای صبحانه. دیگه مارکت گشتیم و یک شانه تخم مرغ گرفتم، 1 دونه قیماق گرفتم. البته قیماقش بسیار خوش است، یاد قیماقای قدیمی که میخوردیم در افغانستان به یاد از اونا این همون مزه داره. 1 بسته سینی برای چاش گرفتم که یک قوطی هم آیسکریم گرفتیم بستنی. دیگه خدا کنه کامیاب واقعا خدا مریض نکنه، بخاطر که فصل مریضی است. دیگه خریدار حساب کردم و بعد از اون هم از فضای صبح 8 صبح بیرونم بعدم ویدیو گرفتم که قسمت جذابترش صدای پرنده ها بود، خاطر که امروز یک روز با هوای بهاری بوده و خواستم که شما هم از طریق این ویدیو حال هوای اینجا را هم حس کنین. دیگه فضای بسیار خوب بوده. من مامان کمک کردم، بعد من مامان رفتم و خوراکی خریدم یکم، بعد خونه رفتیم باز کردم اونجا کمو، بعد رفتیم مامان کمک کردم غذا خوردیم، بعد عرق اکو بود، بعد منم اکو میرم، بعد مامانم منو اکو بود. یا کنین ویدیو مامانو لایک بزنین. اینجا هم آمدیم خانه، تخم شانسی هانیا رو باز کردیم که از بینش یک تا آینه برآمد. آنیا تخم شانسی رو زیاد خوش داره، البته من زیاد طرفدارش نیستم از خاطر که بینش زیاد چیزای جالب نمی باشه، قیمتش هم بسیار بالا است. و بعد از او خواستم بر خود کافی آماده کنم. 1 گلاس کافی آماده کردم که آبش زیادتر شده، گلاس کلان بود، کم آب آبکی شد، خاطر از او دوباره دستر شیر خشک قهوه اضافه کردم و مزه بهتر گرفت. بعد از او هم آب ماندم برای آشمگی یا نودل که آنیا زیاد خوش داره که جوش بیه. و بعد از او هم خریدار که آمدم خریده بودم اونا را باز کردم که اینجا بجا کنم. و این هم آنیا هست دیگه که سر بستنی میگم، من اول بستنی میخورم و بعد از اون باید صبحانه رو آماده کنیم که صبحانه رو نوش جان کنیم، بریم طرف مدرسه المقام. صبحانه رو آماده میکنم. همراه قیماق یخامی که مزه بیشتر مزه وطنی قیماقای خود ما رو داشته، همراه مربای آلو بخارا و سیب که خودم جور کرده بودم، ما بسیار خوش دارم و طرفدارش هستم. همراه هانیا و آنیا هم که آشمگی خوش داره، بعد از اون آشمگی پخته کردم. صبحانه رو نوش جان کردیم ما و هانیا.
بعد از یک صبحانه رو خوردیم، برای آنیا بستنی گرفتم، بستنی برش دادم به خاطر که بسیار بی‌تابی میکرد و میخواست بستنی بخوره. و بعد از اون هم مربایی را که خودم آماده کرده بودم در خانه، یک مربای بسیار مزه‌دار است، او را داخل شیشه انداختم به خاطر که خود قبل میشه ضرورت داشتم. برای امروز مکتب هانیا مکارونی خواسته و برای آنیا مکارونی آماده میکنم و بعد از اون هم طرف مکتب ارمغان باید ارمغان از مکتب بگیرم، میریم طرف مکتب ارمغان. دیگه امروز نسبت به چند روز قبل هوای کم خطر بود. دیگه اومدیم مکتب، از روی مکتب اینجا یک پارک خطرک است، یک پارک شک اینجا اومدیم دیگه کم خورده اینا خریده. بعد آنیا و ارمغان در پارک هستم.
دیگه از اینجا باز بریم طرف خانه. در خانه هم کارهای خانه من هنوز انجام ندادیم، مونده دیگه. اونا رو میخوایم من با شما یک جای انجام بدیم. برم این روز خوبه، هوای خوبه هم خواستم من با شما شریک بکنم. تا خزیدی هم با باشین، حتما مرتنا نمانید.